میگه از بس که الله مهربان که از آفرینش همه ما که آگاهی داره، الله میدونه که در زندگی مثال از زن بعضی لغزش‌ها میشود، بعضی گپگردانی‌ها میشود، بعضی قهرها میشود. ببین لیکن بازم هم الله مهربان میگه مناسبت با زن خوب. هیچ وقت میگه در ذهن نیار، نگو که ای ما خطا کردیم باید این زن گم کردن در کارای. برادرای عزیز و گرامی، یعنی همه زن همه یک جنسه. فکر نکن که مقصد شما از دیگرش مثال با راحت دیگر میبینین، یا از دیگرش مقصد من را جواب بتونم و من از دیگرش مثال بهبودی ببینم. نه برادر عزیز. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. در حدیث پیامبر میاد که لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. پیامبر میگه وقتی که حقیقتا اگر همو نرویو دا بازی هم کات زنگ میگه لا یفرق، غضبناک نشه. زیرا خدای مهربان مرده که تنومند آفریده اوکی. بعد یک چیز فراموش نکنید که ای همه میگه بدترینی نفر پیامبر میگه به سوی من کسی که تیز غضبناک میشود. این را حضرت بدترین خواندگیه. بدترین شما به سوی من کسی تیز غضبناک میشود، دیر راضی میشود. بهترین شما کسی که دیر غضبناک میشود و تیز راضی میشود. برای که همه بدبختی ها در همین غضب های برادر. وقتی تو در خودت که غضب که راه دادی، یعنی تو همو بگیم که تمام کنترل در دست شیطان دادی. زیرا که پیامبر غضب ای شیطان میگه اگر باور نکنید چشماش ببینین آدم غضب آلوده چشماش سرخه. شیطان که از آتش آفریده شد، مثلا همو آتش در چشم تو بازی داره. از همین لحاظ در حال غضبناک شدن در کار نیست. پیامبر نازنین چرا ما ای مکتب پیامبر نمی آموزیم؟ و الله مهربان ما را اشاره کرد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اسوه حسنه شما باید پیامبر باشه. آخه چرا ما زنداری را از حیات پیامبر نمی آموزیم؟ چرا؟ حتی وقتی که عایشه که زنی جوان بود، وقتی کمی مقصد شاید که میشید اولی غزالی در کتابشون میگه ای سهر تا بگه با پیامبر قهری میستاد. دیگه حضرت میگه غضب آلود نمیشید. حتی پدرش باری فیراد کرد. همین امام غزالی در کتابی مکاشفت القلوبش میاره، میگه ابوبکر گفت انا همین دخترت یک کم ترک بود مقصد فهمونده خیلی زن به هر حال یگان اشتباه میکنه، خطا میکنه. ابوبکر دیگه ای محبت زیادی به پیامبر میگه یک چپاد میگه در روی دخترش زد. میگه همین زمان بود که میگه که ای بینیای عایشه خون آمد. حضرت اینقدر ناراحت شد. تو مقصد حتی سیاست کرده ابوبکر صدیق، من ترگو برای فیراد نکردم که روی را خون شار کنی. ببین من نگفتم تو را بیای خون شار کن. این بسیار یک مقصد سیاستی وزنین بده در روبروی ابوبکر صدیق. من شما را گفتم بیاین مقصد ایرا به هر حال جوانای ایرا یک بفهمانینش. برای همین حضرت در همه حالت هم حتی بگاه که میشید بعد میدید که حضرت عایشه مادرمان به هر حال قهری ای حال هم مقصد هیچ دیگه همون نشیدی سای دل کشاده نشیدی سای
بعد تبسم میکرد میگو ایشا من میدونم تو کی غضبناکی و کی مقصد غضب نداری. در حال مادرمون ایشا میگو یک جو میدونی میگو خیلی هر باری قسم خوردی فقط میگوی قسم به خدای ابراهیم یا بار نمیگوی به خدای محمد. من همینجا میفهم تو در من غضب داری. این در حال ایشای مادرمونم اگه زنی به تربیه که بود خاندانی مثال ابوبکر صدیقی کم خاندانه که بود در حال میگفت خاک پاچم حضرت ولی شما فهمیدین که من غضبناکم. من وقتی همه شما که کمتر غضب شم خدای ابراهیم میگم خدای محمد نمیگم. یکی حضرت با همی هم تبسمش گم نبود با همی هم معاملش حتما بود. برای حتی بینین چقدر مثال معاملای خوبی از پیغمبر نازنین ما غضب نمیکرد. حتی اولی حضرت جابر میاره امام طبرانی روایت میکنه میگه بار در حلقه نشسته بود حضرت بناگاه میگه یک نفری که تورات میخوان یعنی یهودی بود و همه خصلت های پیامبرمون در تورات دیده بود فقط همش سنجیده برآمد که همش موافقه بر همین پیامبر موافقه این پیامبر لیکن میگه یک خصلت همین حضرت نگاه میکرد کی ما همین را بفهمونده انیخ کنم و بعد ایمان بیارم. چی خصلت بود؟ در حالت غضب حلیم بود. ببین در کتابای پیش آمده است که پیامبر آخر زمان اگر غضبناک میشید تا چند حلمش زیاد میشید است تا چند مقصد با نرم میشید چند غضبناکش میکنی اون نرم میشید است. ما چوز یک کم ترک همین هوا بتانه دیوانه ایم همین هوا بتان تمام دیگه ایما دا دیگه دیوانه دیگه در کار نیست. او حضرت هزار که هوا هم که میدادن گپ هم که میزدن تا چند وزنین میشیده تا چند حلیم میشیده. میگه آمد میگه اخیر نشید گو من را باید تجربه کنم. میگه هم نمالک گردنش گرفت میگه و همین گردن حضرت هم میگه خفه کرد. در پیشش ابوبکر صدیق حضرت عمر همین زمان بود میگه که ابوبکر میگه خیلی خپی داشت پرتافتش میگه خیلی چند ضربه خورده باشه. اون میگه او در او سشیده گو قرضی مرا نمیتی طرف پیامبر یک چند سومی قرض بوده ولی 3 روز با پرداخت قرض ماندگی بوده. در حال میگه پیامبر او گپی را شنیده ملامت عمر کرد. ای عمر گفت ای چی معامله بود تو بایی کردی؟ خوبش این بود که تو باید او را میفهموندی که باید قرض چخیر طلب کن در کار. این طریق قرطقی آدم و جخیدن در کار نیست و باید که مقصد مرا میفهموندی که من چخیر باید پرداخت کنم. وظیفه تو این بود وظیفه تو این معامله نبود. میگه وقتی همین را شنید میگه یهودی تمام دیگر همه 100% شید. گفت چی بگو مسلمان میشم؟ گفت بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. در حال بین کلمه را عرضه کرد برای آنی که حضرت در حالت غضب حلیم بود. ما با انده گپای زن علاقه این مرا ایتری گفت مرا اوتری گفت یا زن همون هم همین خیلی انده گپ خطی یکی دیگه میبینی دیوانه میشود. برای همین حضرت همیشه وصیت لا تغضب اوصینی یا رسول الله لا تغضب. حضرت وصیتم که ای خود ریگر آمده مقصد یا وصیتم که چی میگوی غضبناک نشه. در زیر یک کلمه غضبناک تمام زندگی تو در همین درونه. قرآن هم چی میگه والکاظمین الغیظ. الله مهربان میگه 4 نفری را که من دوست میدارم یک چکیه نفری که غضب فرو میبره.